برای سردار مغنیان ترانه داوود. آسمان ها جلال خدا را اعلان می کنند و فلک از عملی دستهای او خبر می دهد. روز با روز سخن می گوید و شب با شب فکر اظهار می کند. نه گفتار است نه سخن، آواز آنها به گوش نمی رسد. صدای آنها به تمام زمین می رود و کلام آنها تا اقصای دنیا. در آنها او برای آفتاب خیمه برپا نموده است و آن مثل داماد از حجله خود بیرون می آید. مثل پهلوان از طی کردن راه شاد می شود. برآمدن آن از یک کنار آسمان است و گردش آن تا کنار دیگر است و هیچ چیز از گرمی آن پنهان نیست. تورات خداوند کامل است، به کس جان می بخشد. شهادت خداوند با اعتماد است، نادان را دانا می گرداند. فرمودهای خداوند حق است، دل را شاد می کند. احکام خداوند روشن است، چشم را منور می سازد. ترس خداوند پاک است تا ابد می ماند. دستورهای خداوند راست است، همش حقانی است. از طلا و از زر خالص بسیار مرغوب تر است و از عسل و قطره های شیره آروخانه شیرین تر است. بنده تو نیز در آنها احتیاط می شود. در رعایت آنها پاداش بزرگی هست. کیست که سهوها را فهمیده تواند؟ مرا از خطاهای پوشیدم پاک نما. از بدقصدان نیز بنده خود را نگاه دار تا که بر من حکم فرمان نشوند. آنگاه من بی عیب و از جنایت عظیم پاک خواهم بود. بگذار سخنان دهانم و اندیشه دلم پسندیده تو باشد ای خداوند که کوهپاره من و رها کننده من هستی.